بپرسین ازشون تو قفس سینه درد نداره. 107 تولایی نفش دولت آبادی تصادف. این برای کجا میگه؟ اولین قسمتی که ورودی ما هست 115 به نام 115 هست که کارشناسان پرستاری هستن اینجا به طور شبانه روزی این قسمت فعال هست. علائمشون رو بپرسیم بعد آمبولانس بپرسید جایش درد میکنه خودش با من فقط تنگ نفس دارن درسته؟ اینجا یه مقدار بچه‌ها استرس کارشون زیاد هست. خیلی از هموطنان عزیزمون هستن در حالت خونسردی نیستن. ماشینه چون تصادفی درسته؟ اگر تصادفی باشه، مورد حادثه‌ای باشه، آوار باشه یا هر اتفاقی دیگه باشه که مردم تماس میگیرن با 115 همین قسمت هست. اصلا تمدن نکنه هیچی نخوره بهش بگین جایی درد میکنه به من بگی. یه تماس بود در مورد پیگیری تصادفی که توی کهریزک خیابون رجایی اتفاق افتاده بود. میخواست بگه که از وخامت حال بیمار بگه که من مشاوره ها رو بهش دادم و براش گفتم که ساعتی که تماس گرفتن الان کی براشون آمبولانس از کدوم پایگاه چند تا پایگاه دورتر براشون حرکت کرده راهنماییشون کردم تا آمبولانس برسه. حدوداً چند ساله هستن خانم؟ 25 سالشون. درد تو قفس سینه ندارن؟ تو بپرسین ازشون تو قفس سینه درد نداره؟ 112 مرکز وقت بخیر بفرمایید. دستایی معمولیت داریم عزیز امکان ارسال موتوری نیستش. جمهوری سعی ولی هست یه تصادف داریم. مفهوم خسته نباشید. برفان هستش نیازی ارسال موتوری. اینجا هم که از ماموریت برگشتیم ماموریت این اتفاق افتاده بچه‌م باید اطلاع رسانی کنیم به بچه‌های 800 موتور ما چنین موردی برخورد کردیم. چیه مشکله؟ چیزی خوردی از تو؟ برگه داری؟ کاغذ داری؟ آمبولانس وقتی که بیمار رو داخل آمبولانس میذاره باید حتما با واحد پذیرش ما تماس بگیره، نوع بیماریشو مشخص بکنه. این بچه ها هستن که کارشناسای ما هستن که به تکنسین ما میگن که شما باید با توجه به اون بیماری بیمار رو به کدوم بیمارستان اورژانس انتقال بدید.
یعنی یه بیمارستانی که مثلا ارتوپدی داره با یه بیمارستانی که داخلی داره یا قلب هست یا زنان هست، اینا همه توسط اینجا توسط آمبولانس های ما هدایت میشه. تمامی بیمارستان های دولتی که در تهران وجود داره تحت نظر اورژانس تهران هستن، یعنی با اورژانس تهران به صورت مستقیم مشاوره دارن. اینها ما با توجه به کدایی که همکارامون تماس میگیرن تعیین میکنیم که کدوم بیمارستان بره. بیمارستان هم با توجه به منطقه‌ای که هستن و با اون سانتری که میخوان، یه سیستمی هم اینجا هستش وضعیت آمبولانس‌های ما رو تو بیمارستان‌ها مشخص میکنه. مثلا میگه کدوم بیمارستان شلوغ الان که ما تماس میگیریم با سوپروایزرها صحبت میکنیم، بررسی میکنیم علت شلوغی رو. یا همه بیمارستان‌ها اینطوری ثبت میکنیم که بین بیمارستان‌ها یکسان برای باشه انتقالمون. ما تهران رو به 4 قسمت تقسیم کردیم با توجه به وسعتی که تهران وجود داره، قسمت شرق، غرب، شمال و جنوب تهران، که اینجا که همونطوری که ملاحظه می‌فرمایید واحد هدایت آمبولانس هست با توجه به گستردگی که در شهر تهران وجود داره و تعداد آمبولانس‌ها و پایگاهی که ما در سطح شهر تهران داریم. هر مأموریتی که خانم‌های کارشناس پرستاری گرفتن آدرس رو میاد روی 4 تا مانیتور میشینه و اون اپراتوری که اینجا وجود داره با توجه به این که این توی شرق هست، غرب هست یا شمال یا جنوب هست رو این آدرس رو برای اون اولین پایگاه یا نزدیکترین پایگاهی که وجود داره میخونه. الان مریض بدحال داخل آمبولانس ما بلادت بنده شما هم بفرم کارت مدایی که تو بده من مریض ها برسن تا بیمارستان. با تو اورژانس پای میستی دیگه، میاد اونجا دیگه. در حین انتقال متاسفانه در زمان ورود به بیمارستان دچار تصادف شدیم و با اهمیت به این که بیمارمون بدحال بود امکان توقف و ایستادن و کوکی کشیدن افسر نبود. موظفیم تا زمانی که مصدوم داخل آمبولانس باشه این ماموریت‌ها رو انجام بدیم. حالا زمان خاصی هم نده، چند ساعتی طول بکشه یا وقت ناهار باشه یا شام باشه. 800 محترم از کد 3121. اساس جنین این مورد رو تحویل بیمارستان فیروزیه دادیم. از بیمارستان که خارج میشیم ما قاعدتا باز عملیاتی هستیم، یعنی الان به بچهای 800 بالا دیسپچ اطلاع دادیم که ما مریض تحویل دادیم. اگه باز مأموریتی باشه همین الان به ما باز مأموریت رو اعلام میکنن. 107 تولایی نفش دولت آبادی تصادف 24. یعنی الان ما وقت تایم آزادی نداریم، شاید 10 تا مأموریت اصلا پشت سر هم بدیم شده. یعنی به محض اینکه از بیمارستان در میام جی پی اس ما فعال میشه، بچهای بالا دقیقاً میدونن یعنی کجا هستیم، کجا حرکت میکنیم. ما این تعبیر میگیم اگه مأموریتی باشه بچه اعلام میکنه از پرسنل 800 ما مأموریت میگیریم، از همینجا باید اعلام مأموریت بعدی بشیم که حالا یا بیمارستان اعزام بشه یا نشه. اینجا قسمت جی پی اس هست که متوجه میشن که آمبولانس توی چه مسیری هست، چه زمانی بر بالین بیمار میرسه، کیلومترشو مشخص میکنه، زمانشو مشخص میکنه، ساعت، دقیقه، همه چیزاش مشخص میشه اینجا الان چه تاریخی هست و توی چه مسیری هست اگر میخوام پیگیری و انجام بدن. این مأموریت مواردی میخوایم که شلوغ مسیر کلا بسته است، مجبوریم آژیر بکشیم. آژیر واسه ما هم خوشایند نیست، مثلا واسه مردم هم خوشایند نیست، ولی مجبوریم که بکشیم راه باز بشه و هر چیز سریعتر سر بالین برسیم مددجو اگه نیاز باشه سریع اعزام بشه. ماشینتون زد درسته؟ یعنی که خودریزی نداریم. این یه مورد تصادف خودرو با آبر هست که اولین کاری که میکنن در ارتباط با تصادفات اول آدرس رو میپرسن. آدرس دقیق رو باید بگن، اسم و فامیل بیمار اگر هوشیار باشه ثبت میشه، سنش ثبت میشه و بلافاصله این قسمت هدایت میکنن اون
آدرس و اون تشخیص بیماری رو به قسمت هدایت آمبولانس که اونجا بچهای ما بر اساس آدرسی که وجود داره و نزدیکترین پایگاهی که هست براشون آمبولانس اعزام میکنن. این راه باز کردن و همکاری با اورژانس واقعا یه چیزی هستش که باید بین مردم جا بیفته، احترام بذارن به قانون، احترام بذارن به اورژانس، احترام بذارن به آتش نشانی. چه احترام با این سیستم ام داری، احترام به خود مردمه. باش آمبولانس همراهی کردم، چیزی نکنید تا همکاری من برسم. اگر ازتون ترکت حتما تماس بگیرید. منتظر باشین. خداحافظ شما.